سلام عرض میکنم. ادامه بحث چاقی رو در خدمتتون هستم. راجع به این صحبت کردیم که وزن انسان ها دوباره به اون حدی که قبلا بوده و حد اکثر وزنی که تو طول عمرشون داشتن برمیگرده. ولی این خب این دلخواه بیماران نیست و دوست دارن که به اون وزن جدیدی که با مصیبت، با رژیم، با دارو بهش رسیدن بمونن. چی کار بکنیم که این وزن برنگرده؟ ببینیم با شما باید در وقتی که دارو رو قطع میکنین در مقابل خواست بدن که با مدیاتورهایی که ریلیز میکنه به شما دستور میده که بخورین که به وزن اول برگردین مقاومت کنین. حالا این مقاومت رو میتونین با استفاده از غذاهای بسیار کم کالری بدون اینکه اشتهاتون رو کم کنین انجام بدین. یعنی قبل از هر غذا مقدار زیادی مواد کم کالری مثل انواع سبزیجات، کاهو، یکی دو لیوان دوغ، چیزایی که کالریش کمه و معده شما رو پر میکنه و بعد به دنبالش غذا بخورین، میتونین در تمام عمر این مقاومت رو در مقابل خواست بدنتون که میخواد شما رو به وزن اول برگردونه مقاومت رو انجام بدین و همیشه بایستی در تمام بقیه عمرتون در مقابل این خواست به غذا خوردن مقاومت کنید. حالت بعدی اینه که از یه مقدار داروها در حد کمتر برای نگهداری اون کم اشتهایی استفاده کنید. و حالا که وزنتون کم شده، فشار از رو کمرتون و پاهاتون برداشته شده، ورزش رو میتونین بیشتر کنین. اگرچه که خدمتتون عرض کردم نباید گولتون بزنه که خیلی کالری داره میسوزه، ولی اگر شما هر روز 200 کالری تقریبا ورزش بکنید میتونه در ماه تا نیم کیلوگرم و در سال تا 6 کیلوگرم در وزنتون مؤثر باشه. پس شما بایستی به صورت لاک پشتی، نه به صورت خرگوشی، وزن رو کم کنین و بعد به همون صورت لاک پشتی سعی کنین که اون وزن رو پایین نگه دارین و دنبال کارهای سریع الوصول نباشین. آهسته وزن رو کم کنین که دچار بیماری‌های مختلفی نشین. بهترین حالت کاهش وزن در حد 2 کیلوگرم در ماه هست و بعد از اینکه داروها قطع شد یا رژیمتون قطع شد، با روش‌هایی که خدمتتون عرض کردم بایستی سعی کنین این وزن رو نگه دارین و الا به آسونی این وزن برمیگرده. در مورد استفاده از داروها هم باز تو پست‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.